خوش اومدید بچه ها. ما امروز میخوایم یاد بدیم آموزش GTA سان اندریاس برای گوشی. من گول داده بودم میزنم برای گوشی. خب ما به یه اپلیکیشن نیاز داریم به اسم هپی مود. ایناش هپی مود دورش خط میکشیم. خب اینم از هپی مود وارد هپی مود میشیم. خب اولا وارد هپی مود شدن به فیلتر شکن نیاز داریم. خب هم برید سرچ کنید GTA من ها رو اینجا آورده. شما اینستال میذارید دیگه، گوشیتون رو میذارید کنار. بعد وقت گوشیتون رو چک کنید ببینید خودش استاپ نمیکنه، چون هپی مود یکم مشکل داره. اولا اصلا با هپی مود ورجه ورجه نکنید و سیستم مورد نیاز اینجا مهمه. اولا رم 2 بزنید مطمئنم کار نمیکنه، چون من زدم هیچ اصلا کار نکرد. و اندرویدتونم باید 7 به بالا باشه و 7 به پایین باشه دیگه اصلا نمیاره. خب حالا این اینستال رو میزنید، برنامه نصب میشه، بعد میرید کیف آن میکنید. حالا منم میام اینجا انتها میکنم GTA سان اندریاس، میریم توش میزنیم اینا رو. خب میزنیم. خب الان ما وارد شدیم. چی و این هم از بازی بیتشون نیست که گل داده بودن آموزشش رو میدن. باشونا هیچ باگی مشکلی هم استخراج هم نمی کنه. هپی مود خودش میدونه من همین کاراشو کرده گذاشته. فقط 2 گیگابایت هم از شبت چه 2.5 گیگابایت پس باید کار باشه. اینم بود از این ویدیو آموزش GTA سان اندریاس و خداحافظ. ماشین داره آتیش میگیری یا